we hold that thing? Put it. این شنبون هم اینجاست دیگه سوزن جمع میشه شانتی هم داریم یاد دنباله جا همتون میکنی دیگه Should I take pictures of you? بچه ها دیدیم ما تو خونمون داریم میدونه من چی کردم دیگه شو من رنگ زرد زده بودم یادتونه ببین اسم نگاه کن اینجا قشنگه آرتیست های اینجا توی کجاست دیگه ایرپورت توی Susie, this is the kind of a table I want. من همیشه دوست داشتم یه میز این شکلی درست کنم 40 نفر بتونن روش بشینن غذا بخورن این آرزو من بود همیشه همه میدونم Yeah, that's right there. Want me to take a pic? Yes. Please close your tray table and stow carry-on items. Place your seat in the original upright position. Please. Yeah, good. 5 minutes. Nice. Hello. Oh my gosh! I'm so excited you guys are here. I know. Cool. Franciscan? I don't know. You could Or ask. are they just up? No, they're for real, eh? Oh yeah. They're all nice. Susie, that's good. بچه ناکنی. Oh, look at the little family. Wow, you're gonna. This چون نگاه کنید جان تو. آیا ببین اینجا رو ببین. ببین. ویو رو میبینی؟ اومدیم خونه شانتی اینا نگاه کن جان تو. عجب ویوی داری شما جان نگاه کن. آره همه جا. اینم که ویو ببین. بچه نکنیم میایم این بایک ها بهتون نشون دادم دیگه بگو آقا چرا این نشون میدی اسکن میکنیم ببینیم بعد شروع میکنی رفتن چون این تو قبلا پول گذاشته بودیم کانکت میشو تمام میشه میره نه درست شد بعد اینو میارم من معمولا میذارم رو 7 همین سوزی هم رفت پایین یه دونه چرخ بگیره منم یه دونه گرفتم بریم بزن بریم Hey Baba, do you wanna let me hold some stuff? Right here. بچه حالا اینو گرفتم آکن این شکلیه دارم میرم یه جایی دارم همین شکلی میتونی بگیری بذاری دوباره یکی دیگر رو بگیری همش رو این اسکن میکنی دیگه اینجاست نمیدن نشون میدی یا نه به هر حال اینجا واسدادیم دیگه بریم هوا خیلی امروز خوبه جاتون خالی تو واشنگتن دی سی هستیم دعا میکنیم برای ایران برای افغانستان برای خاورمیانه الهی که صلح آزادی آرامش خوبی و پربار بودن برای این کشورها بیاد مخصوصا برای ایران فارسی زبانان، ترک زبانان، لورا، افغانی‌ها، کردها همه ما بچه‌های خداییم برکت میخوایم آزادی میخوایم آزادی واقعی اومدیم دوچرخه اجاره کردیم من و شانتی و دانوژن و سیزی داریم میریم تو واشنگتن
بچه اینجا الان یه مدت توی واشنگارد هستن. اینا معمولا تو خیابون اینطوری با تفنگ نمیرن. یه مدت نشنال گارد به اصطلاح ارتش ملیشون هستن دیگه. اینطور که من شنیدم اونایی که تو واشنگتن هستن خوششون نمیاد، ولی خب هستن دیگه. ولی خب کسی رو که اذیت نمیکنن، که از قدرتشون هم نمیتونن سوء استفاده کنن. به هر حال قشنگ ببینید زیاد داره اینجا. United States Environmental Protection Agency. Susie. Excuse us. بچه ها میبینین اومدیم با دوچرخه دوباره. سوزی هم رفت جلو، گفتم از اینجا براتون فیلم بگیرم یه خورده با دوربینم، با چی میگم، با عینکم دارم میگیرم. نمیدونم چقدر نشون میده. میبینین دوتا مجسمه. سوزی اون گوشه هست، برم طرفش. مجسمه ها رو ببینید شما. به 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 میگردیم شما ببینیم. سوزی داره جلو میره، منم با دوچرخه دارم میرم. بکپک رو دوشمه، وسایل سوزی این جلوه. همین دیگه. بریم بچه ها. شما ببینید نمازه جا نگاه کنید. ببینید اینجا هم کاخ سفیده. فقط اینقدر میتونی نزدیک بشیم دیگه. ولی از اون پشتش هم میتونیم بریم. اوکی. اون برش هم اینی برشه. باش. یه خورده فیلم بگیم. اینجا هر مانیومنت برای یه دونه استان امریکاست. اینه هر مانیومنت برای یه استانه. Oh, he's handsome. He's good. ببینی؟ مثلا فلوریداست. جالبه. ببین بالا رو نمیدونم سوزی کجا رفت. ببین بالا رو ببینی. آفرین. مرحبا. سوزی کجا رفت؟ لیپ شده. این سوزی همیشه سریع‌تر میره. That would be a good picture. خوب بریم بچه ها. میبینید
روز قشنگیه. چه نزدیک شدیم. جاتون خالی، چه هواییه. لایک یه روز ایران هم میتونی مجسمه بسازیم و مجسمه میدون شهریار بود. لایک بیشتر ساخته بشه، مظهر آزادی باشه، مظهر آرامش باشه. بابا جون رو دعوت کنیم تو اون کشور، بگیم که آقا سند این کشور مال توه بابا جون. بابا جون یعنی چی؟ بابا جون یعنی کی؟ بابا جون تنها کسی که ما رو آفرید پدر ماست. هی بابا جان، این بابا جون نه اون بابا جون. بریم. برای هر ایالتی یه مانیمنت هست، یه مجسمه هست دیگه. نیو مکزیکو، یوتا، آیداهو، مونتانا، نبراسکا، نورت داکوتا، وست ویرجینیا نزدیک ماست. کارولاینا اونجاست. با عینک هم گرفتم. آره. بچه ما اومدیم جلوی کاخ سفید. با بچه ها اومدیم، سوزی هم هست. ببینین قشنگ، ببینین چینش، ببینین هوا رو میبینی؟ بزنین برگردن. نمیدونم منو یا نه. برها اینجا جلو کاخ سفیده، اینجا جلو کاخ سفید، اینجا دور میزنیم. اینو بگیرم که یادگاری بمونه دیگه. بچه ها ببینین، کپیتال بیلدینگ مال سیزی اومدیم. اون بارم ببینیم، با دو چرخه داریم میریم. قشنگی. یه بار دعا کردم برای آزادی ایران. ببینید این پرچم امریکاست که تمام دنیا اکثرا میدونن که آزادی رو داره نشون میده. سمبل آزادیه. تو کشور خودشون حداقل آزادی دارن. خب دوباره میگم، دعا میکنم که ایران و کشور ایران نه با کسی در جنگ باشه، نه داخلشون جنگ باشه، نه روزانه ملت دیگه جنگ داشته باشن. دعا میکنم که همیشه صلح تو اون کشور باشه، تو مسائل مالی صلح باشه، تو مسائل خانوادگی صلح و آرامش باشه، تو کل کشور صلح و آرامش باشه. اون دولت مردانی که بابا جون میخواد بیان تو ایران کاشته بشن، مثل یه درختیه که کاشته بشن و این درخت سرفراز باشه، که هنوز کوروش و داریوش سرفراز هستن تو اون کشور. بچه سوزی رفت به کاراش برسه. من گفتم یه رستوران ایرانیه، آخه طرفای ما رستوران ایرانی ندارن. اسمش هست درویش. دارم میرم اونوری، یه 10 دقیقه هم با دوچرخه راهه. گفتم برم، ایراد نداره دیگه. ایرانیای شکمو بریم به طرف درویش. این از این دیگه. بریم بچه ها. Okay, you go ahead, Babaji. Yeah, but sometimes indoors is bit. بچه اومدیم اینجا رستوران رومی. I think outdoor. Yes. But I live Outdoor. check it now. You guys are good. Let's go. سوزی رفت جلوش. بچه آدم سپات کنه کی؟ آدم سپات کنه کی نمیخواین؟ کجاست؟
کجا دارن ما رو میبرن؟ نگاه کن مثل فیلم های قدیمی جانتو. ما اینجا خود کافی نمیدونم. یس بابا جان. Down, baby. Is it comfy? Okay, guys. You want to? We'll just have one drink and then we'll go. Yeah. بچه اومدیم دستشویی میبینید چه تمیزه. من با این عینکه ضبط میکنم بعد میبینید سلام علیکم چطوری چه خبر. بریم دیگه بریم. میبینید توالتشون چه تمیزه جانتو. ای خدا من هیچ وقت این در رو دست نمیزنم باز کنم با این باز میکنم چون دستشویی دیگه. بریم این شکلی و این میندازیم تو. خدا حافظ شما. یه رستوران خود با اجازه غذا مزه بخوریم. این چجوریه دیگه. خدا هم گود. چون میگیم اینجا هم بیرون نشستن غذاشونو میخورن. Yeah, we got some. Okay. I would say yeah. We should go. Okay. بریم بچه ها. یک چینی فروشی هست فرانسویه ولی اسمش هست مامان. جالبه. بریم داخل. دوچرخه رو اونجا گذاشتیم. After you. Let's find a good table. Maybe right there we could find it. Should we get our table first? Hello. Can we get our table? This one. 4. سفارت هم در تماس هستیم. من دیگه وسایل بردیم نمیدونم چه میدونم میکروفون خوب این چیزا رو نیاوردم دیگه. اخشنی دیگه. بریم بچه ها بریم. خیلی چاکری ما مخلصم. اومدم بیرون واسطادم منتظر اوبر هستم. اوبر گرفتم داره میاد. به هر حال خیلی چاکرم. ببخشید دیگه دیروز براتون استوری نذاشتم. خیلی استوری گرفتم ولی نتونستم بذارم. حالا امروزی فردایی میذارم دیگه. خیلی چاکرم ما جانتون. کی جرأت داره اصلا حرف بزنه. دعا کنی که من بتونم این کارت ملی بگیرم. بریم بچه ها چاکرم. چه میبینه اینو گرفتم اینجا تاریخچه نوروز و تخت جمشید و حوزه خلیج فارس. یه دونم دارن اینکردیبل اصفهان که اونو الان پیدا نکردم. خب بچه این خیلی رفتارش خیلی خوب بود جانتو. خیلی احترام گذاشت. بعد ما عادت نداریم دیگه. من خیلی وقت نیومدم ایران دیگه. میای معمولا اداره اینا زیاد احترام نمیذارم ولی خیلی احترام گذاشت. نسش در نکن. بچه بیاین اومدیم اینجا منتظریم نوبت ما بشه. همه نوبت دارن. بچه خیلی رفتارشون خوبه. سال درست میپرسن. خیلی رفتارشون خیلی صمیمیه. آفرین آفرین. بچه ها جون دوباره صبح بخیر. اومدم جلوی البته ایران که خب متاسفانه سفارت نداره تو امریکا. تو واشنگتن جلوی سفارت پاکستان دارم میرم توی دیگه. خیلی چاکریم ما. بریم بچه ها بریم بگرد تا بگردیم.
خب چقدر طول کشید؟ یک نزدیک 1.5 ساعت طول کشید. رفتم و اومدم و بعد گفتن کارت ملی نمیدم، من باید شناسنامه‌ام اول بگیرم. حالا خب قرار شد شناسنامه رو بگیرم، بعد حالا خودم میدونه چقدر طول میکشه. بعد برگردم کارت ملی. بچه ببینید چی پیدا کردم. 5000 سال قدمت مهندسی ایران. خیلی باحاله، هم انگلیسی هم فارسی سوزی هم میتونه بخونه. به هر حال من برم، ماشین داره میاد دنبالم، حالا بعد صحبت میکنم. از اون تو هم گرفتم، خیلی رفتارشون خیلی خیلی خوب بود، خیلی با احترام، حرف نداشت دیگه. بریم بچه‌ها، چاکرم. تیپ زدیم امروز دیگه. بگو همش همینو پوشیدی که